بسم الله الرحمن الرحیم. رویکرد سنوری به اندیشه شیخ احصایی. علماء بارزی که با لقب نوری شناخته می شوند سه عالمند: ملا علی نوری، شیخ فضل الله نوری و سوم مرحوم میرزا حسین نوری. معرفی زندگی، شخصیت فکری و آثار این سه عالم تکنگاری مفصلی می طلبد و در منابع متعدد به آن اشاره شده است. آنچه در این فرصت بر آن تأمل می‌کنیم مواضع این سه نوری است در قبال افکار و مکتب عالم ربانی مرحوم شیخ احمد احصایی اشهد الله شأنه. طبق نظر برخی پژوهشگران ملا علی نوری در برهه‌ای تمجیدهایی از شیخ مرحوم داشت و حتی خطاب به ایشان به ابی انت و امی می‌گفت، ولی پس از مدتی از این نگاه خود به ایشان دست برداشت. درباره این دو رویکرد وی در قصص العلماء و مقاله مدرسی چهاردهی مطالبی آمده است. در شرح حدیث زینب عطاره که در زمان حیات شیخ اعلی الله مقامه نوشته شده است، از ایشان با تعابیر عارف هم عصر جمع کننده فضائل و افتخارات یاد کرده و در تفسیر سوره اخلاص به نقد مباحثی از شیخ اعلی الله مقامه می‌پردازد. نوری دیگر شیخ فضل الله نوری از شخصیت‌های بارز در جریان مشروطه است. در نسخه خطی در کتابخانه مرکز اسناد و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی به شماره 534 حاشیه‌ای به خط شیخ فضل الله نوری ملاحظه می شود که بر عباراتی از شیخ تحشیه‌ای زده و نوشته است: از شیخ احمد معروف و احصایی، و اشکال مختصری که به ذهنش رسیده را یادداشت کرده و در پایان حاشیه نوشته است: فقیر نوری. می توان این حاشیه را ویترینی از رویکرد فکری شیخ فضل الله نوری به مکتب شیخ احصایی قلمداد کرد. در این نسخه خطی حاشیه‌های دیگری نیز به خط او دیده می شود. عالم دیگر مرحوم میرزا حسین نوری است. رویکرد ایشان به شیخ احصایی را در سه محور می توان بررسی کرد. نخست تعبیرات ایشان از شیخ، دوم مواضع عملی ایشان و سوم اثرپذیری ایشان از افکار شیخ. به نمونه از هر محور اشاره می‌کنیم. درباره محور اول مرحوم نوری در مواضع متعددی از شیخ به احترام یاد کرده است. برای نمونه در خاتمه مستدرک در فایده ثالثه چنین تعبیر آورده است: از عالم عارف شیخ احمد ابن زین الدین احصایی متوفای سال 1241 هجری قمری از بزرگان صاحب جلالت و رازداران مذهب. اول آنها علامه طباطبایی سید مهدی بحرالعلوم، دوم آنها شیخ جعفر صاحب کشف الغطاء، سوم مرحوم سید علی حائری صاحب ریاض، چهارم عالم ربانی میرزا مهدی شهرستانی، پنجم آنها عالم جلیل شیخ احمد فرزند شیخ حسن بحرینی از پدرش شیخ حسن از شیخ عبدالله بلادی از مشایخ صاحب حدائق همانطور که گذشت، و ششم آنها عالم جلیل و بزرگوار شیخ احمد ابن شیخ محمد ابن آل عصفور. و در کتاب نفس الرحمن فی فضائل سلمان چنین نوشته است: و در رساله طاهریه از عارف محدث شیخ احمد ابن زین الدین احصایی. به نمونه هم از محور دوم اشاره می کنیم. در مجلد اول از کتاب ما سمعت ممن رأیت آمده است: مرحوم محدث نوری در مراجعت از سفر حج در مدینه سر قبر شیخ احمد احصایی می رود و چون به او اعتراض می کنند می گوید از مشایخ اجازه روایتی من بوده، لذا کنار قبرش رفتم. به تازگی اثری نویافته از مرحوم نوری به دست آمد و آن تحشیه مرحوم نوری است بر شرح و زیارت الجامعة الکبیره. این اثر نویافته از جهتی عنوانی جدید در آثار مرحوم نوری است و از جهتی نمونه دیگر از اقدامات عملی ایشان در ارتباط با اندیشه شیخ احصایی اعلی الله مقامه. این تحشیه بر بخشی از مجلد اول کتاب شرح الزیاره نگاشته شده است. محور سوم اثرپذیری ایشان از افکار شیخ احصایی است. ایشان کتاب نفس الرحمن فی فضائل سلمان را با آیه قرآ آغاز کرده است. آیه‌ای که بسیار مورد توجه مرحوم شیخ و مکتب ایشان است.
آیه‌ای که به بیان شأن کاملان دین و شیعیان خالص امیرالمؤمنین علیه السلام می‌پردازد. همچنین در کتاب فصل الخطاب خود یکی از دلایل بحث خود را آیه لترکبن طبقا عن طبق و روایت نبوی لترکبن سنت من کان قبلکم و روایاتی در این راسته قرار داده است، دلیلی که بسیار مورد توجه شیخ مرحوم بوده است و در مباحث خود از آن استفاده فرمودند. یکی از رویکردهای حدیثی مرحوم نوری اعتماد به مراسیل شیخ احصایی است. در کتاب نفس الرحمن فی فضائل سلمان آمده است و در رساله طاهریه از عارف محدث شیخ احمد ابن زین الدین احصایی به طور مرسل روایت شده است که روح القدس ملاقات کرده او را و با او سخن گفته و در میان کتاب‌های معتبری که به من رسیده به این حدیث بر نخوردم، الا اینکه مرسل ذکر کردن شیخ احصایی برای اعتماد کردن کافی است. ایشان مراسیل شیخ را معتبر می‌دانند و قابل رجوع و ارجاع. جالب توجه است که عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه نیز همین روی کرد را به مراسیل شیخ دارند. در رساله جواب آقا عبدالله می‌فرمایند و مراسیل شیخ اعلی الله مقامه برتر است از مراسیل جمیع علما و راویان رضوان الله علیهم و هر آینه اجماع کردند بر صحت مراسیل ابن ابی عمیر و امثال او. پس انصاف داشته باش و تدبر کن. آنچه نگاشته شد درآمدی بود بر رویکرد سنوری به شیخ احصایی و مکتب ایشان. طبیعتاً شواهد دیگری در این باره موجود است که به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم. والحمدلله اولاً و آخراً و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.